اگه مردی نشون بده. مرد که هستم ولی خب من از بابات میگم نه ترس. خب من بابا میگم این بر بیا هر دفعه افت پریدیم که قربونت بشم. نشون بده من اینجام. اینقدر تشنه دولی؟ آره نشون بده. یک درست. هلان علیکم، حالتون چطور؟ من ریدم داخل این عینک بخار میکنه. یه ذره بچه‌ها گفتن از دور بگیریم چشم، ما از دور میگیریم. هلان علیکم، حالتون چطوره؟ لایک سابسکرایب یادتون نره، کامنت انگلیسی بذارید، ویدیو لایک کنید. ناموسن اینقدر گشادین؟ ناموسن کمباینیتی باشی اینقدر گشاد داشی، کشاورز باشی اینقدر گشاد داشی. اسمتون خوبه حاجی، اسم گذاشتم کشاورز، اسم شما رو گذاشتم کشاورز. برو ویدیو رو نگاه کنیم. بودو لایک سابسکرایب یاد نره. دویدم زنت. خیار میخوری؟ سیگار میکشی؟ خیار بخور واسه سلامتیت بهتره. دکی کجایی؟ من شمالم، شما کجایی؟ کرمانشاه. بشی همینه شما. اسم چیه؟ چند سالته؟ نگین 17 18 واسه 18 سال خیلی خوشگلی. خواهش میکنم. نه بابا لاتیشو بار نکن، بذار جذابیتت بذار بمونه، لاتی نباشی. دخترای لات خیلی جذاب نیستن. من لاتم. اشکال نداره، درست میشی، اشکال نداره. با هم دیگه بیشتر صحبت کنیم درست فکر نکنم درست میشی، درست میکن، یعنی با هم دیگه درست میشیم. آره میتونم اسم تو ببین ایس کن. کارنامه‌مو گرفتم، گوش بده. گوش بده، گوه نخوری. یه دقیقه گفتم دوست باشیم، نگفتم دستوری صحبت کنی. همینو تو چونت میکنم. همینجور که تو رود میخندم تو چونتم میکشم. لاش اکس لاش بورک اندی. یه دقیقه چیه؟ نمیدونم یه چیزی هسته دیگه، احساسش میکنی، نباید بفهمی چیه. که قربونت بشم. من محمدی. خب محمد جان چند سالته؟ 15 سال. نگاه کن واسه 15 ساله ها خیلی بده که بخوان گوه بخورن با یه آدم 21 ساله. پس سعی کن حد نصاب احترام خودتو حفظ کنی، وگرنه همینو میکنم تو کونه. همین چرخو بکنم تو این آیفون میده؟ آیفون میده شد؟ کسخله اینو نگاه کن. من کسخلم، راست میگه. من بچه که بودم به دنیا که اومدم 2 تا دست داشتم. من 3 سال خب 3 سالم که بود فقط 3 سال سن داشتم. خب کیر کونه اون شوهر بغل دستید. شوهر نیست بابامه. دوست پسر نداری که یا نه؟ نه پسر ندارم. خدا رو شکر. خب شما یه پسر خوشگل و جذاب و سیکس پک دار و پولدار نمیخواین؟ خب درست انتخاب کردیم. من یه پسر زشت دیگه هم که سیکس پک نداره، پولم نداره. خوب جایی اومدید. ممنون میشم آیدیتون رو بهم بدید و به ما لطف کنید. میرم به رفیقام میگم با خیار مخ زدم. بچه ها نگاه کنین چقدر زیباه. بک‌گراند جدیدمون روبروی پنجره است و نور میزنه تو چشمم. اسم تو بپرسم چه لبخند قشنگی داری. دمت گرم عزیزی. امیررضا جان. چند سالته امیررضا جان؟ 20 سالم. 20 سالته. امیررضا واقعا لبخندت خیلی قشنگه. قد لبخندتو بدون. من یه عکاس میرکتی هستم، میتونم ازتون خواهش کنم که برام بخورید، یعنی ببخشید ازتون عکس بگیرم؟ خب حالا گفته بودی چیکار کردی؟ چی شد؟ ببین بابا دارید لاتی صحبت میکنی. ببین اینجوری نکن، نگاه کن محترمانه صحبت کن. 4 روز دیگه میخوای زن بگیری، دوست دختر میخوای اوکی کنی، محترمانه بگو. نگاه کن قربونت بشه این محترمانه. خب بگو کار بنگر به این استاد. بفرمایید. بیناموس علاقه ها. خب علاقه به من معدل رو 13 به من داده. خب با 2 تا تجدید. خب چیکارش کنم؟ بزن خارش جا. بگو بیناموس چرا این نمره رو به من دادی؟ خب من الان این کارو کنم دیگه شهریور کلا نفتم. خب برو ساک بزن. های برو. What are you doing? داداش لهجه ایرانی تو لهجت داداش. حداقل لهجه نداشته باش خورم
یه دونه جوک بگم یه ذره بخندین، حال میکنم. مثلا من با این بک‌گراند واقعا حال میکنم. میگه بنده خدا زن آقای حاتم هر موقع صداش میکنه پیش میذاره. سنگین بود. برو از بابات بپرس. بابات تو تربیت تو کون بابات امو کونه تو یه قیس کن خفه شو. گیر داریم دارم با بابات تو صحبت. چی داری؟ یه دقیقه خفه شو. دیگه یک گیر ده یه دونه گیر داری دارم با یک بابات دو سنتی داری رفت عزیزم 2 سانته یا 5 سانته امو اون 2 سانته ولی بخارم درخت میشه. حالا یه دقیقه قیس کن خب ببینمش ببینیش. آره نگاه کن خیلی خانواده اوپن مایند شدن جلو بابات. آره اگه مردی نشون بده مرد که هستم ولی خب من از بابات میگم نه ترس. خب من بابا میگم این بیا سلام فرفری چطوری؟ سلام خوبم تا فرفری جفتمون فرفریم. ما نگاه کن کائنات و قدرت کائنات. ایس کن سریع تر بشیم. سلام آره. فرفری الان چطوری؟ الان بهتر. ولی کاش خدا دادی فر بودم خدا دادی فر نیستی؟ نه اشکال نداره اصلا تو هر جوری که بگی قشنگی. مردک کاسلیس ولی من خدا دادی فرم. از بچگی جوری بود که مثلا همه موهاشون صاف بود، من تو کف موی مثلا صاف بودم. بعد میگم ای توف تو این شانس. بعد الان موی فر مد شده. اونایی که ماشون فره دنبال مای لختن، اونایی که لختن به خدا. ولی خب الان از موام راضیم. دوباره اگه از مد بیفته میخوام آرزوم اینه که لخت کنم. آره بعد آره زیبا میشه بپرسم فرفری 3 سیگاری بدبخت سیگاریا بدبخت سیگار نکش بیچاره. بچه حالا جدای از شوخی با این دوستمون که شوخی کردیم خب دارم میگم سیگار واقعا چیز بدیه. سیگار نکشین. حتی اگر فکر میکنین که پیش خودتون فکر میکنین که نه من سیگاری نیستم، من اصلا از سیگار خوشم نمیاد، داری کس میگی. اگه سیگار میکشی قطعا کونت میخوره داری سیگار میکشی. میفهمی؟ درک میکنی قضیه رو و ازت خواهش میکنم که سیگار نکش بیبی. من عاشق این بک‌گراندم. تموم شد. خیلی تأثیر گذار. هر دفعه افت خریدیم که قربونت بشم. نشون بده من اینجام. اینقدر تشنه دولی؟ آره نشون بده. بابا خجالت بکش قربونت بشم. نه پس من پس آیدی 2 سانته ایسکن دیگه دورت بگردم. آیدی اینستاتو بده اونجا. جانم شالا توی 5 سال تو آیدی اینستاتو بده پیام میدم من. تو آیدی تو بده قربونت بشم. از خنده کردن آخه بابا جونم. تشنه دورت بگردم. صدای سکس میامد. خب دوست بده. سرعت من الان در حال حاضر یا نه قبلا چند سالم بود؟ به خود کسخوله خود که هستم ولی خودم سوال میکنم دیگه. الان چند سال؟ من کسخوله خوشبختم. چی فهم دارم استیوری؟ من آره استریم میکنم. بگو الان رو استریم اینا بیادبی فوش ندین. رو استریم بچه ها رو استریم بچه ها. اوکی آقا چنلتو میدیم؟ چنل ندارم داداش باید توییشم رو فالو کنی. بچه ها واسه بچه ها دست کن بده. بچه ها الان استریم آنلاینی دست کن بده. آنلاین بچه ها نگاه کنی. آره 3 تا اسکلن. تو چقدر نمکی کونی. چطوری دا؟ قربونت بشم. اسم چیه؟ فرهام. فدات بشم. میگم آجی BTS میشناسی چیه؟ آره یه پیام به BTS فنا بده. فنانشون عاشقت آجی دوست دارم فعلا. چند سالته؟ چند میخوره؟ 16 17 جدی بیشتر میخوره؟ کمتر؟ الان 15 سالم 15 سالته؟ هولی شت. اهل کجایی؟ 3 تا یش. یعنی اهل قومم اهل قوم؟ مگه قوم از اینا داره؟ عجب به حقی داره قوم. بابا بنازم پیشرفت کرد قوم. قربون شما. قطعا بابات شیخه دیگه مطمئنم دیگه غیر از این نیست. نه دیگه ببین نیست اتفاقا یه بابای پایه‌ای دارم عالی شد عالی. نگاه کن الان دیگه باید شماره‌تو بدی. چند سالته؟ اسم چیه؟ من 21 سالمه. تو چند سالته؟ من متولد 81 من 21 سالم.
منم 81 هم. به تخمم اینم داداشمه، به تخم اونم هست. چه ماهی؟ من مهر ماه هستم، 19 مهر 81. پس از هم واسه همونه، واسه همونه که 81 هستی کسخوری. خود تو هم 81 دیگه قربونت بشم، یعنی تو هم کس. یعنی ما کسخوریم دیگه. اوکی حله. من میخوام مزاحمت ایجاد کنم. آره. شماره نداری؟ نه. آره دلفینا هم پرواز میکنن، شاید باورت نشه. جدی صحبت آره با کنی؟ آهنگ خرچنگ های مردابی دلفینا پرواز میکنن. و نهنگا هم آراغ میزن. ببین چقدر پیشرفت کردن نهنگا. خیلی پیشرفت کردن. ولی میتونم این کار بکنم. چی کار کنی؟ آیدی این حساب بدم. من شماره ندارم ولی آیدی این حساب دارم. اشکال نداره. میگه یک مو از خرس کندن خیلی، یعنی دور از جون شما، دور از جون شما. و خب شما اگر درسته؟ یک پر از فرشته کندن خودش خدا رو شکر. بله. خب اهل کجایی؟ من ساکن قلبتون هستم، حوالی قفسه سیستم. بله. ولی به جای عرفان میخور به امیر باشی. نه من امیر نیستم، امیر داداشمه، اتفاقا خیلی هم سربسیره. نه جدی دارم میگم، اسمم عرفانه. سلام چطوری؟ خوبی؟ خیلی مخلصم. من چقدر جذابی. تو جذابی، من خرتم. نگو این من سگتم. من گاوت. من تیرتم داداش. باشه اشکال نداره. مشکل من کردم. دوست دارم، دوست دارم، یعنی اینقدر دوست دارم دلم میخواد بکنم بچی. جدی؟ نه شوخی کردم. با این فکر نمی‌کنم بیشتر از 3 سال باش باشه. اشکال نداره، میگه حس خرما رو نبین، بکارمش نخل میشه. یادش بخیر من 7 سال پیش جملاتو میگفتم. 7 سال پیش خودت 7 سال قربونت بشم. تو مهد کودک میگفتی یا نه؟ تو اسپر بین رفیقات. سکوت علامت رضایت است. نفس عمیق بکش، برو درس بخون. خیلی خرابم کردی. میریم بعدی. برو بعدی. برو بحث نکنی یا قربونت بشه، دیگه بحث نکنی. خارکوسه جمع کن کاسه کونه تا برو بیرون بابا. بعد دوست دختر میگم دوست پسر نداری؟ آره دوست دختر دارم، لزبیانم. یه دقیقه اسمی چه عجولی. میگم دوست پسر نداری؟ نه ندارم. تو داری؟ من ندارم راستش، دوست پسر ندارم، دوست دخترم ندارم. تو الان رکورد داری میگیری؟ رکورد چیه بابا؟ من کلا این اتاقم، این تلویزیونم، کی رکورد؟ آقا این کسخالا کی پس میان رکورد میگیرن؟ نمیده، من خودم فراریم، تا میان اینور رد میکنم. تو گوه میخوری. تو چرا اینترنتت خوبه؟ چون خودم خوبم قربونت بشم، نمیبینی فیس بینی 100%. بله. اسم چیه؟ میتونی خب این آیدی اینستا تو برای من بذار اینجا. خب تو بذار. نه تو بذار. من بذارم دردت میاد قربونت بشم. بذار. دیدی؟ من میذاشتم دردت میومد. نه جدی اسم چیه؟ میتونی دردی صدام کنی. خب اسمم تو خونه صدا میکنن عرفان، توی شناسنامه هم عرفانم. آره. بعد به دنیا که اومدم فقط 1 روز سن داشتم، بعد توی 5 سالگیم 5 سال سن داشتم. اوه جدی صحبت میکنی. من باورم نمیشه. شاید باورت نشه، من زندگی واقعا سختی داشتم. توی کل عمرم فقط یه دونه بابا داشتم با یه دونه مامان و کل زندگیمو فقط با 2 تا چشم دیدم. واقعا برات ناراحت شدم. به خدا الان به هر کسی که میگم اول از همه دولش یعنی قلبش ناراحت میشه و بعد اشکش در میاد. درسته. بعد واقعا زندگی سختی داشتیم. حتی زنگ طلایی ندارم، وگرنه من زنگ طلایی میزدم. اشکال نداره، میتونی نود بدی، یعنی میتونی گریه کنی برام. باشه گنگسترم نوکرتم، ولی خب واسه گنگستری نیسته. این یوتیوبرها زیاد شدن، اینو زدم که مثلا ویدیومو نگیر. یه جوری برای خودتون کنم نتونم فیلمتو بگیرم ببینم. خب تو الان فکر کنم من یوتیوبرم، تو برین به من ببینم چجوری میرینی. خوبی؟ قربونت بشم. تو خوبی؟ نه خرابی؟ میدونستم قیافه کلید معلوم بود. آره الان داشتی میریدی داداش. اینجوری باشه که من اگه بخوام با یه یوتیوبر اینجوری صحبت کنم میرینه هیکلم، جد آبادم میاره جلو چشم. خشن‌تر باش، عصبی شو. الان دوباره تست میکنیم. سلام خوبی؟
نگاه کن خیلی خشن شدی، یه ذره مهربونتر. دوباره سلام، خوبی؟ خیلی خشنی. من برم، خداحافظ. مرسی از اینکه ویدیو رو تا اینجاش دیدی. ماچ بهت، خیلی دوستت دارم واقعا. اینجایی جد اینجا بعد الان پشماتون ریخته، چرا من پشمامو نزدم؟ پشم نشانه مردانگی، قربونت بشم. مردی که پشم نداره باباش خبر نداره که کون میده. بله یعنی مردی که پشم نداره کونیه، اصلا ربطی هم به نظافت نداره. میتونی پشم داشته باشی و تمیز باشی. بله و سگ‌ها نجس نیستن، ربطی هم نداشت. و سگ‌ها هم نجس نیستن. لایک و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم خیلی زیاد. الهی که از این ویدیو خوشتون بیاد. حرف دیگه نیست. عزت زیاد. خداحافظ.